سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که جیبتون واقعا پر پول باشه، قلبتون هم پر از آرامش باشه. چون میدونم که اون آدمی که این ویدیو رو داره میبینه واقعا به این دوتا چیز نیاز داره. همونجوری که از تیتر این ویدیو مشخصه، موضوع این ویدیو راجع به اینه که اصلا یه آدم چجوری میتونه تریدر بشه. اینجوریه که بری یه جا رو در بزنی بگی سلام من میخوام آموزش ببینم، یا نه یه دنیای باز. یه جمله بگم و تمومش کنم. به قول آقای رضا مارمولک تو فیلم مارمولک که میگفتش که به اندازه آدمای روی زمین راه هست واسه رسیدن به خدا، توی این بازارهای مالی، توی فایننس، به اندازه آدمایی که میان توی این بازار راه هست واسه این که به درآمدزایی و به تریدر شدن ختم میشه. هر کسی با هر سبکی میره، حتی دو نفری که یه استراتژی مشخص رو دارن انجام میدن کنار هم، اگر بری تاریخچه معاملاتشون و ژورنال معاملاتشون رو ببینی، میبینی که یه سری تفاوت‌ها وجود داره. این فقط حرفی بود که من بهتون بزنم بدونید که اینجا راه مشخصی نیست، سبک برتری وجود نداره، هیچ سبک برتری وجود نداره. خیلی‌ها با خیلی چیزای کوچیک و موسیقی که به قول خیلی‌ها مثلا میگن آقا منسوخ شده هنوز دارن پول در میارن، یه سری هم 180,000 تا مانیتور جلوشونه، تلفن دستشون نگاه میکنن، خرید فروش میکنن، پول در میارن. اصلا همچین چیز خاصی وجود نداره، راه خاصی وجود نداره. شما اگه میخوای تریدر بشی، دو تا ابزار لازم داری. ابزار جستجو، یه دونش گوگل، یه دونش یوتیوبه و یه دونش چت جی پی تی به واسطه پیشرفت علم که الان واقعا اصلا خیلی ابزار خفنیه. این دو تا سه تا ابزار رو شما لازم داری واسه اینکه بتونی جستجو کنی، پیدا کنی، محتوا ببینی. اینا باید مرجعات باشن. اینستاگرامو بریزید دور، اینستاگرامو کاری نشه باشید. تو اینستاگرام خیلی فضا مسمومه. اکسپلور اینستا و این چیزا رو بذارید کنار، برای اول کار بذارید کنار. شما باید از این دو سه تا ابزار استفاده کنید و واسه پیدا کردن راهتون پیش ببرید. بگردید، محتوا ببینید، آموزش ببینید و همه چی و تمام این ویدیوها و محتوا توی یوتیوب و گوگل و توی مثلا تلگرام و کانال‌های تلگرامی که مثلا ویدیو محتوایی میذارن وجود داره. حالا سوال اصلی که یه نفر میگه من چجوری میخوام تریدرشم، چیکار کنم، چجوری باید تریدرشم؟ ببین عزیز، دو حالت وجود داره. شما اگه تو دنیای فایننس میخوای پا بذاری، یا باید بری سمت شاخه فاندامنتال یا بری سمت شاخه تکنیکال. یعنی یا فاندامنتالیست بشی یا تکنیکالیست بشی. حالا اینجوری نیستش که جدا باشه از هم و هیچ ربطی به هم نداشته باشه، نه. حتی اون کسی که تکنیکال کار میکنه یه بخش‌ها یه سری چیزای فاندامنتال به دردش میخوره، کسی هم که داره فاندامنتال کار میکنه یه سری چیزای تکنیکالی به دردش میخوره. ولی دو تا شاخه وجود داره. یا شما میری فاندامنتالیست میشی. چه جوریه؟ فاندامنتالیست میره یه سری آموزش‌ها، یه سری درس‌ها و یه سری محتوای مختلف رو میبینه، یاد میگیره این بازار رو، و مثلا مثل کسی که میره اقتصاد میخونه، میره تحلیلگر میشه. یعنی میان ازش میپرسن، من مثل دارم میگم آقای فلانی، تو طلا رو چجوری میبینی؟ بیت کوین رو چجوری میبینی؟ یا مثلا فلان چیزک رو چجوری میبینی؟ این کلا کارش چیه؟ این بنده خدا میاد میره اخبارهای اقتصادی و یا اخبارهای مربوط به اون چیزی که میخواد خرید و فروش انجام بده روش رو میره تمامش رو بالا پایین میکنه، آینده و همه اتفاقای چیزایی که میخواد براش بیفته رو بالا پایین میکنه، میبینه آقا آیا این سهم، این چه میدونم شاخص، هر چیزی که وجود داره، این مثلا میگم دوجکن، این مثلا کوین، این مثلا تو بازار ارز دیجیتال، این آلت کوینی که وجود داره، این کوینی که وجود داره، آیا واقعا مثلا مستعد رشد هست یا نه؟ میره روش سرمایه گذاری میکنه و سودای خوبی هم ازش در میاد. یکی مثلا بخوام بهتون مثال بزنم، اسمشو زیاد شنید، آقای وارن بافت. آقای وارن بافت کلا کارش اینه، یه سرمایه گذاره، یه آدمیه که میره سهمی رو میگیره، نگه میداره، میذاره مثلا برای 10-15 سال بعد و سودای عجیبی هم میکنه. کاری دیگه با جزئیاتش نداره. من فاندامنتالیست نیستم و خیلی جزئیات رو نمیدونم. این به کنار. اگر میخواید برید سراغ این کار، برید شاخه ها و محتوای راجع به این کار رو ببینید. حتی شاید رفتید اقتصاد خوندید و اصلا یه اقتصاددان و یه دونه سرمایه‌گذار خفن شدید.
یعنی یه سری مؤسسات سرمایه‌گذاری و اینا رو پیدا کردید، اصلا رفتید سمت اون کار سرمایه‌گذاری بلند مدت، اصلا کارتون دیگه به تکنیکال نکشید و کار خفنی انجام دادید. اصلا با اون کار ندارم. اونی که میخواد بره سمت فاندامنتال باید بره این شاخه‌ها رو پیدا کنه. یه بخش دیگه است به نام تکنیکال. کسی که میاد کاری نداره که آینده این سهم، شاخص، هر چیز دیگه، این کوینی که میخواد بگیره، هر چیزی که وجود داره، اصلا کاری نداره آیندهش چیه، آقا تا 2 سال دیگه میخواد انقدر بره بالا بیاد پایین فلان، کاری نداره. اون آدم معامله قراردادی باز میکنه، بای سل میزنه، یه جفت از یه شاخصی و یه تحلیل کوتاه مدت انجام میده، میره روش معامله میکنه، بای میزنه، سل میزنه و اینو بهش میگن تریدر، بهش میگن معامله گر. اون آدم تحلیلگره، این آدم معامله گره. خب شما اگر میخواید که من مثلا خودم همین شیوه رو پیش بردم، یعنی پیش گرفتم، اگر میخواید تکنیکالیست بشید دنیاتون فرق داره. حالا کسی که میخواد تکنیکالیست بشه دوباره 2 تا راه جلوشه. یه دونه بازار کریپتوکارنسی و یه دونه بازار فارکس و شاخص‌ها و جفت ارزها و تمام چیزایی که توی دسته فارکس دسته بندی میشه. این 2 تا دنیای جدان. اینو برید سرچ کنید. ببینید من اصلا نباید دنبال این باشید که من چیز خاصی بهتون بگم. برید بخونید راجع به این داستان. آقا کریپتوکارنسی چیه؟ چجوریه؟ فارکس و شاخص‌ها و جفت ارزها و اینا چجوری کار میکنه؟ ببین در کل بخوام بهتون بگم خیلی شبیه به همه، ولی بزرگترین چیزی که معمولا تریدرها هم روش توافق نظر دارن، نوسانات توی کریپتوکارنسی یه مقدار خیلی 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 بیشتر و ترسناکتره، خیلی هیجانی تره. شما یا وقتی که رفتید خوندید راجع به این بازار، یا هیجان این انتخاب میکنید یا منطق اینو. جفتش هم خوبه، هیچ برتری وجود نداره که نفر بگه نه دیگه کریپتوکارنسی به درد، نه مثلا فارکس و فلان چیزا به درد نمیخوره. هیچ باید ببینید شخصیت خودت چی میگه، هیجان بازی یا نه منطق بازی، چجوریه. جفتش هم توش یه سری بیسای شبیه به هم داره که میتونی کار کنی. یعنی 2 نفر میتونن، یکیشون کریپتو کار کنه، یکیشون فارکس کار کنه و شاخص‌ها و فلان و اینا، این چیزا هم با هم دیگه بتونن حرف هم دیگه رو بفهمن. اینجوری نیست که برتری چیزی باشه نسبت به چیز دنیای متفاوتی که وجود داره. این شد تفاوت کریپتو، فارکس و شاخص‌هایی که وجود داره. اینو باید برید سرچ کنید، ویدیو ببینید، ویدیوهای مختلف و محتوای مختلف رو ببینید و تفاوت و اصطلاحات مختلفش رو به دست بیارید. وقتی که با این دنیا آشنا شدید باید بیاید با دنیای تریدر شدن آشنا بشید، با دنیایی که اصلا تریدر کیه، چه جوریه، چه اخلاقیه، چی کار میکنه، چه اتفاقاتی واسش میفته. بهترین چیزی که من میتونم بهتون معرفی کنم، تمام این دوره‌ها که دارم بهتون معرفی میکنم دوره‌های جهانیه، مثلا حالا به جز یکیش که مال چیزه ایرانی هستش، اونم که رایگانه، مثلا جهانیه. اینجوری نیستش که من بخوام سوگیری خاصی بکنم بگم نه این بنده خدا این عالیه فلان چیز میکنه. نه، اینا فقط دیدگاهه. شما این دوره‌ها رو ببینید تازه اول کارتون. بهترین دوره‌ای که اول کار میتونید ببینید راجع به این دنیا و از حرفای من خیلی 100 برابر اصلا والاتر، اصلا من در حدی نیستم که بخوام اون حرفا رو بزنم، اون جزئیات رو بگم، دوره معامله‌گر سه‌بعدی از آقای مهندس محمد مهربانه. اینو سرچ کنید توی گوگل. کانال تلگرام خودش هم هست. حالا اگه من لینک این ویدیو رو پیدا کردم براتون توی دیسکریپشن میذارم که مستقیما بتونید برید ببینید این چیزو. نه هزینه‌ای داره نه چیزی داره. میتونید یه دوره 70 قسمتیه که هر قسمتش هم تقریبا 5-10 دقیقه مثلا 15 دقیقه دیگه نهایتش شما ازتون وقت میگیره. بعد یه دوره فوق العاده حرفه‌ای، یعنی اینجوری نیست که مثلا یه نفر بیاد دیگه سلام حالت خوبه برو اینو بخر، نه اینجوری نیست. یه دوره فوق العاده، یعنی انیمیشن توش کار شده، صدا گذاری شده، همه چی رو دقیق و خوب بهتون یاد میده. یعنی من مطمئنم این دوره رو برید ببینید واقعا یه کوچولو حساب کار دستتون میاد که این دنیا چیه. حتی ممکن مثلا بعد این دوره بگید آقا مثلا این دنیا واقعا با چیزای من نمیخونه، با اخلاقیات من نمیخونه، این دنیای مثلا فایننس و این صحبتات با اخلاقیات من نمیخونه، برم یه چیز دیگه انتخاب کنم، برم یه شاخه دیگه رو انتخاب کنم، نمیدونم وزارت کار دیگه. این دوره رو واقعا برید ببینید.
این دوره رو واقعا برید ببینید. یه دوره میام واقعا 70 قسمت 5 دقیقه 10 دقیقه اینا کوتاهه، میتونید واقعا زود جمعش کنید برید ببینید. دومین چیزی که باید برید یاد بگیرید و واقعا به دردتون میخوره، الفبای هر دوره‌ای که توی دنیا میبینید هستش، الفبای این داستان دوره آقای البروکس پرایس اکشن. خب آقای البروکس خب خیلی سال پیش این دوره رو ضبط کرده، این آموزش‌ها و این دیدگاه رو آورده و آدمای مختلف اومدن مثلا سبکشو بالا پایین کردن. دوره خود آقای البروکس هم ترجمه‌اش هست، هم زیرنویسش هست، هم زبون اصلی هست. اگه زبونتون خوبه تو یوتیوب هست، تو گوگل هست، بزنید میاره بالا، میتونید کاملا برید ببینید. یه سری کانال‌های تلگرامی هم هستن که دوره‌ها رو میذارن. دوره آقای البروکس رو ببینید این دوره رو ببینید، فرداش نمیتونید مثلا برید ترید بزنید یا معامله بکنید، سل و بای بزنید. این دوره بهتون دیدگاه میده که اصلا چجوری چارت رو نگاه کنی، چجوری به کندلا نگاه کنی، اصلا چرا داره بالا پایین میشه، چرا یه کندل قرمزی و انقدر، بعد یه کندل کوچیک بعدش انقدر، بعد یه کندل انقدر شادو داره، اصلا متوجه میشید. تمام این حرفا شاید اول واسهتون یه مقدار سخت باشه، ولی وقتی این دوره رو ببینید یه دیدگاه فوق‌العاده بهتون میده که مطمئن باشید تو این راه خیلی کمکتون میکنه. مطمئن باشید دوره هر آدمی رو ببینید، دوره هر انسانی رو برید ببینید، یه بخش یا یه سر سوزن از صحبت‌های البروکس توش هستش. مطمئن باشید. پس برید دوره خود البروکس رو ببینید، چه سخت، چه حوصله سربر، چه مثلا براتون مثلا چیز باشه زیاد جالبه، برید ببینید. تا نبینید، تا پرایس اکشن خالص رو حس نکنید نمیتونید. دومین چیزی که هستش، یه شخصی هست به نام آقای مایکل هادلستون. ایشون سبکی آورد به نام سبک آی سی تی، اینر سرکل تریدرز. حالا کاری نداره، این آقا یوتیوب خودش هم هست، دوره‌هاشو از سال 2016 و قبل‌ترش اینا اسم دوره‌هاش هم منتورشیپ 2016 و 2022 اینا همش تو کانال یوتیوب خودش هم هست. تمام دوره‌هاش هم به صورت زیرنویس و حتی بعضا به صورت ترجمه شده، دوبله شده وجود داره. این دو تا سبک، این دو تا چیزی که وجود دارم بهتون میگم، مثل میدونید چی میمونه؟ مثل دو تا دین میمونه. ببینید اسلام و مسیحیت با هم تفاوت داره. خب با هم دیگه یه سری مثلا یه جاهایی هم دیگه رو نقض میکنن، یه جایی نه همسوان، ولی در کل همشون یه حرفو میزنن. مثلا میگن آقا خدا، این راه زندگی، انسانیت، جفتشون دارن یه حرفو میزنن، یه چیزو میگن. این دوتا هم همینه. پرایس اکشن البروکس خب که سبک کلاسیک هستش و سبک اسمارتمانیه. پرایس اکشن اسمارتمانی که آقای مایکل هادلستون توی چیز خودش که اسمشو اومده برای خودش اسم گذاشته آی سی تی. ببینید این دوتا دوره رو ببینید، تازه دستتون میاد، تازه میفهمید که اصلا این چارتا واسه چی داره بالا پایین میشه، چرا داره تکون میخوره، چرا مگه الکیه یه کندل بره بالا بره پایین، مثلا اینجوری ما نشسته باشیم بزنیم، واسه چی داره این اتفاقا میفته. زمانی که به جرئت دارم میگم، زمانی که شما این سه تا دوره رو ببینید، بعدش نمیتونید معامله کنید، معامله گر نمیشید. یعنی اینجوری نیست که همه این دور بری بگین آقا خب من سه تا دوره دیدم، بس فردا میخوام 200,000 دلار وارد این بازار کنم و شروع کنم زدن. نه عزیزم، خب نه اینجوری نیست. خب چون هنوز راه داری، یه چیزی بیشتر بهت بگم هولوش 1 سال 2 سال کار داری، ولی دیدن این سه تا دوره باعث میشه که واقعا 6 ماه از زندگی بیفته جلو. 6 ماه از زندگی به جای اینکه اول راه بری دوره نمیدونم فلان کسک رو تو اینستاگرام یا یوتیوب و که مثلا آدم معروفیه میشناسن همه، بری بخری بشینی اینجوری بدون اطلاعات نگاه کنی و هر چیزی که اون میگه تو اجرا کنی و پس فردا بگی چرا نمیشه، چرا من ضرر میکنم، اول برو اونو ببین. چون وقتی اونا رو ببینی یه سری اطلاعات زمینه‌ای دستت میاد که میفهمی اصلا این دنیا چیه. زمانی که اینا رو دیدی خب تازه میتونم بهت بگم که خوش اومدی به دنیای چجور بگم پر بفهم دیگه خودت، به دنیای باز تریدر شدن خوش اومدی. باید دیگه از اینجا به بعد شروع کنی سبکتو انتخاب کنی، نمیدونم استاد مورد نظرت رو انتخاب کنی، آدم مورد نظرت رو انتخاب کنی، شخصی که مثلا آقا میشناسی میدونی آقا مثلا فلان دوره رو میفروشه،
فلان منتورشیپ رو انجام داده، میاد تو رو منتورینگ کوچ میکنه، میاد مثلا کمکت میکنه چجوری معامله گرشی، تازه میتونی حرفای اون رو بفهمی. ببین اگر این سه تا آیتمی که بهت معرفی میکنم نبینی، این میمونه یه آدمی که هر کی هر چی بهت بگه میقبول میکنه، چش درسته، فلان، نمیتونی بفهمی اون آدم اصلا داره چرت میگه یا درست میگه. ببین به چه درد میخوره وقتی این سه تا دوره رو ببینی، میخوای حالا بری استاد انتخاب کنی که کوچت بشه، مثلا بری سبکشو چیز کنی، وقتی بری تو اینستاگرامش، حالا هر جای فضای مجازی که داره واسه ارائه کردن خودش، تو یوتیوبش، اصلا وقتی این دوره رو دیده باشی از جنس حرفاش متوجه میشی یارو داره چرت و پرت میگه و یا داره واقعی صحبت میکنه. یارو میاد مثلا میگه آقا من ماهی 48% سود میگیرم، 99% سود میگیرم فلان. اوکی میگیره، ولی تو وقتی این دوره رو دیده باشی داری بالا پایین میکنی، باز استوریا و سبکایی که چیزایی که میذاره، میفهمی که اون آدم داره چرت میگه یا نه واقعا داره اون سود انجام میده. خب این اول راهته. یعنی به نظر من واقعا 2-3 ماه تا 6 ماه اول تو که نمیدونم این ویدیو رو الان کی قراره حالا تو داری میبینی، همین مثلا فردایی که من گذاشتم داری میبینی یا 5 سال دیگه داری میبینی، ولی هیچ فرقی مطمئنا نمیکنه چون ساختار یه شکله. راه همینه. خب راه همینه. یعنی اول باید این آموزش بیسیک رو ببینی، بعد بری سراغ چیزای تخصصی تر. هیچ میانبری وجود نداره. اینا رو ببین که درگیر شیادی و چرت و پرتایی که یه سری آدمایی که تو اینستاگرام حرف میزنن راجبش نشی و بتونی راهتو درست انتخاب کنی، چون این مسیر اگر درست بری واقعا به دریای پول بس شدی. واقعا دارم بهت میگم. دمتون گرم. امیدوارم که همیشه شاد باشید.